وقتی اونقدر بهش نزدیکی که میتونی ترس تو چشاش. تیک عصبی موقع مرگش، لرزیدن بدنش برای یه بار دیگه زنده موندن ببینه. همه حرفا بی معنی میشن، حتی اگه اون آدم راننده کامین باشه که مهماتش یه شهر رو میتونه با آتیش بکشونه. سب سیاوش خدا کنه شانس کشته بشه. حالا که دیگه نکردیم حالا تو اون تمام زندگی شاید دست داده فقط بدونش. ملکه، فیلم برگزیده تماشاگران در بخش بین الملل جشنواره فجر، فیلمی از محمد علی باشا آهنگر، به زودی در این سینما.